وقت بخیر. با برنامه نوبتی جهان در جهان نما با من حافظ محمد علی خوش آمدید. در این برنامه терроризми байналмилалӣ ва ҳангомаҳои фурудгароӣ на мансуби мазҳабу дин ва на давлату миллати ҷудогона. авҷи терроризму ифродгароӣ беш аз ҳар вақти дигар бо оқибатҳои даҳшатбору бераҳмона ва ҷиддитарин мушкилоти башар дар қарни мозӣ. ҷавонони худогоҳро истифодаи ба мавриду дурӣ аз макри мубаллиғону пайравони ифротиён ва ҳушёриву зиракӣ бештар аз пештар мебояд. متاسفانه عقیده‌های خرافاتی در دست افراطگرایان چون واسطه عملی‌گردانی خواسته‌هایشان استفاده می‌گردند. تاریخ گواه است که روحانیان ارتجاعی نه یک بار و دوبار از گمراهی و نادانی مردم عوام سخت سوء استفاده نمودند. با دستگیری ناکسان ناآگاه بهترین نمایندگان علم و دانش و هنر را به نابودی محکوم نمودند. تعصب دینی نسبت به علم و فرهنگ و هنرمندان این همان مخالفت محراب و منبر است که عصرها باز دوام دارد. همان طور میبینیم افراطگرایان در کشورهای به ما و شما معلوم گوش کردن موسیقی و برپا کردن آن را گناه میدانند. پس تلفن مبینه که افراطگرایان در دست داشته و این منظره را به نوار میگیرند مگر استحصال بیگانگان نیست؟ منطق کجاست؟ در شبکه‌های اجتماعی نوارهای زیاد دور میزنند که افراطگرایان زیر موسیقی گوناگون میرقصند یا اینکه از روی منطقی به من روا و به تو ممنوع باشد. موضوع مذکور را با دانشمند و شاعر معروف افغانستان مقیم آلمان مسیح سلجوقی مطرح خواهیم کرد. جهانی سپاس جهت اشتراک در برنامه. می گفتید که افراطگرایی چیست و افراطی کیست؟ مرحمت. درود و مهر دارم خدمت شما و سپاس امتنان دارم از تلویزیون جهانی جهان نما که فرصت ایجاد کردن تا بتانیم کلام چند با هم داشته باشیم. موضوع افراطیت عبارت از زیاده روی در هر امری می باشد، نه تنها در امر مذهبی دینی یا دینی مذهبی، در هر امری که از حد معمول بیشتر به او پرداخته شود و افراطیت می گویند. اما در این اواخر افراطیت فقط برای مذاهب یا ادیان استعمال میشه، یعنی لغت شده که فقط متوجه ادیان و مذاهب است. چون در این اواخر طوری که میبینین افراطیت زیاد شده و بسیاری از جوانا بیشتر به چیزهای روی آوردن که اونا هیچ ربط با دین نداره حتی و میخوان همون چیزهایی که شنیدن همونا رو میخوان که بین مردم بیشتر توصیه بدن و جوانا رو به مسیرهای بیراه میکشانن به نام دین، به نام مذهب و آنها رو بدون آگاهی قبلی یا ای که اونا چیزی آگاهی داشته باشن از دین و مذهب اونا افراطی میسازن و به هر جا مزاحم میشن یا اینکه در گروه های بسیار تندرو ثبت نام میکنن و با گروه های تندرو همکار میشن که بالاخره نتیجه هم دوستان و جهان میدانه که اقتصاد از اینا از کجا تامین میشه و اینا کی سپورت میکنه و کی برای از اینا حمایت میکنه که بتونن این کار ادامه بدن. حالا افغانستان یگانه کشور در جهان است که تقریبا نصف اهالی آن از جمله دختران از تحصیل و گرفتن دانش محرومند. غیر از این کار در سازمان‌های غیر دولتی، فعالیت در مرکزهای تجارتی و دادن شهادتنامه رانندگی به دختران در کشور بالاذکر منع کرده شده است. سازمان‌های با نفوذ بارها طلب رعایت و حفظ حقوق‌های همه زنان و دختران را کردند. مرحمت، نظر شما در این باره؟ طوری که میبینین امروز دختران نمیمانه که درس بخوانن، هیچ نفعی برای از اونا نداره و اونا هیچ نظری به این ارتباط بسیاری از طالبان ندارن که چرا نمیمانن که زن از خانه بیرون شه، چرا نمیمانن که زن بره و تحصیل کنه. این هیچ ربطی به دین نداره و یک نوع تعدا هست و تعصب است که علیه مردم افغانستان به کار به خرج داده میشه.
با اندیشه کارشناسان یگان کشور نمیتواند از جهت اجتماعی و اقتصادی بدون موجودیت یک قسمت اهالیش رشد و زندگی نماید و محدودیت غیر چشمداشت نسبت به زنان و دختران نه تنها باعث رنج و عذابهای بیشتر برای تمام افغانها بیشتر می شود، بلکه در بیرون از افغانستان نیز میتواند با عاقبت‌های خطرناک تبدیل یابد. نظامی که زن مادر را تحقیر میکند مبتلا به فناست. ببینید، دین اسلامی که امروز با خرافات و با تعصب بین جوامع رشد کرده، در اصل بسیاری از موارد از این ربطی به دین نداره. در هیچ جای قرآن نیامده که موسیقی حرام است و شما اجازه ندارین که موسیقی کنین. مثلا میگویند که این موادی که شما استفاده میکنین موادی هست از کشورهای کفر و خارجی و این شما اجازه نداریم استفاده کنیم. اینا مسائلی هست که هیچ کسی این حرفا رو باز نمیکنه و اینا میخواهند که آنچه دینی که خود از اینا به خود آوردن میخواهند به مردم تعمیل کنند. محترم مصلح سلجوقی، شما همچون شهروندی آلمان چند سال باز در تاجیکستان هستید و در اینجا نیز تحصیل کردید، چی جواب دارید به آن ناتوانبینانی که دور از تاجیکستان این همه دستاوردها را نادیده میگیرند و برای وطن خویش سنگ ملامت میزنند؟ هر کسی که میخواه که سر مخالفت با کسی دیگه داشته باشه، خوبیای از او نمیتونه ببینه، تلاش میکنه که یک جای یک چیزی پیدا کنه که از او به خود دستاوردی بسازه و علیه از او استفاده کنه. او کسانی که در خارج حرفای میزنن و حرفای از اونا فکر نمیکنه به جای برسه، به خاطر اینکه هر کس داخل تاجیکستان باشه میبینه که امروز تا فردای تاجیکستان فرق کرده. مردم آزاد زندگی میکنن. مردم دین باید جدا از سیاست باشه. دین باید جدا از سیاست باشه. دین راه رسیدن به خداوند است. دین برای عبادت است. دین برای دولتداری و سیاست نیست. سیاست چیز دیگری هست و دین چیز دیگری هست. اینایی که میگویند دین خودی و از خود سیاست داره، اینا اشتباه میکنن. اینا نمیدونن. اینا فکر میکنن دین میتونه اقتصاد جامعه. نمونه ما و شما ایران میبینیم، نمونه افغانستان میبینیم، کشورهای دیگر میبینیم، کشورهایی که دین از سیاست جدا هست. هر کس کار خود میکنه، سیاستمدار بر کار خود مشغول است و دیندار هم به کار خود مشغول است و کشور به وضع بسیار احسن از او میچرخه، طوری که امروز در تاجیکستان میچرخه. شهروندان ما بخصوص جوانان با چشمان خود باید بینند، در میزان عقل و خیرت برکشند و به قدر وطن عزیز تاجیکستان برسند و آن را حفظ کنند. امروزها روند ژئوپلیتیکی همان مرکب و پیچیده باقی مانده، باعث افزایش مخالفت و نزاعها، شدت گرفتن رقابت و تلاش‌های کشورهای برای توسعه نفوذ در منطقه‌های گوناگون جهان گردیدند. این حالت باعث به میان آمدن تهدید و خطرهای بی‌سابقه امنیتی گردیده، در مجموع به ساختار بنیادی مناسبت‌های بین المللی تأثیر جدی می‌رساند. در چنین شرایط تاجیکستان به خاطر تامین نمودن منفعت‌های ملی و حفظ ارزش‌های معنوی خود سیاست خارجی متوازن و سنجیده را ادامه می‌دهد. محترم مصلح سلجوقی، علاوه شما را می‌خواستم در این باره داشته باشم. مرحمت. ارق ملی داشتن، وطن دوست داشتن و برای وطن خدمت کردن ربطی به دین نداره. شاید ما مسلمان نمی بودیم، اما باید به دین و به وطن خود خدمتگزار می بودیم، باید به وطن خود کار می کردیم. شاید این کشورهای دیگه هست، یهود هستن، عیسوی هستن، به کشور خود ارق دارن، به کشور خود محبت دارن، کشور خود می سازن، به کشور خود خدمت می کنن. هیچ ربطی که خدمت کردن به کشور به دین نداره. دین خودم میتونیم ما در کنار یک دولت سکولار ما میتونیم بهتر به دین خود رسیدگی کنیم تا اینکه دین خود از او به قدرت باشه. کسی که وطن نداشته باشه ایمان نداره. وقتی ما به دنبال ایمان هستیم، پس باید وطن خود حفظ کنیم. ما اگه وطن خود حفظ نکنیم، ما ایمان خود نتونستیم حفظ کنیم. و در روایت های بسیار جداگانه پدر وطن، مادر وطن نام گذاشته شده. یعنی به این معنا که وطن مثل پدر ما هست، به این معنا که وطن مثل مادر ما هست. ما از مادر خود باید حفاظت کنیم و نگذاریم که اجنبی به داخل وطن ما کارهایی بکنه که ناشایست باشه. با جوانان کشور خود افتخار داریم، زیرا آنها در رشد دولت و آبادی وطن فعالانه سهم می‌گذارند. مرز و بوم سرزمین اجدادی را حمایت می‌کنند. وطن دوست و وطن پرست
با ننگ و ناموس به خلق و دولت تاجیکستان صادقانه می باشند. ببینین اگر ما مقایسه کنین دهه 90 افغانستان و دهه 90 تاجیکستان با هم دیگر، در دهه 90 به افغانستان هم جنگ بود، به تاجیکستان هم جنگ بود. امروز تاجیکستان 10 قدم از نظر تکنیک، از نظر امنیت، از نظر مسائل اجتماعی از افغانستان پیش است. ما هنوز به همون جنگ ادامه دادیم و تاجیکستان تانسته قدم‌های بسیار کلانی رو به پیش بگذاره و امنیت بسیار خوبی در کشور بیاره. و اینا همه باید مدیون و ممنون این دولتی که امروز در تاجیکستان هست باشه. اینها توانستند که این امنیت رو بیارن. وقتی ما در کشور خود امنیت داشته باشیم، وقتی ما در کشور خود آزاد باشیم که چی نوع لباسی بپوشیم، وقتی ما در کشور خود آزاد باشیم که چگونه صحبت کنیم، چی حرفی بزنیم، چی مقاله‌ای بنویسیم، چی شعری بنویسیم، دیگه از این والاتر و بالاتر دموکراسی در جهان وجود نداره. وقتی ما میخواهیم که آزاد باشیم، آزادی همین هست که باید ما آزادی زبان داشته باشیم، آزادی بیان داشته باشیم، آزادی قلم داشته باشیم، آزادی داشته باشیم که چه نوع لباسی بپوشین. امروز در افغانستان اجازه ندارن هر لباسی بپوشن. امروز در افغانستان ریش گذاشتن جبری است. 10 سال است میایم اینجا، شب ساعت 1 شب 2 شب ما بیرون میشم، هر رقم لباسی هم داشته باشم میبرایم، هیچ کس هم برای ما نمیگه تو کجا میری کجا نمیری. آزادی همین است دیگه، امنیت است، آزادی هست. هر کسی که اگر بخوایم علیه دولت تبلیغ کنین، در هر کجای جهان شما علیه دولت تبلیغ کنین، دولت شما رو میگیره و شما میپرسه چرا. این تنها در اینجا نیست، شما در اروپا، در امریکا هم اگر شما علیه دولت تبلیغ کنین، خواسته باشین دولت خراب کنین، خواسته باشین کارکردهای دولت منفی و نگاتیو به جامعه معرفی کنین، مسلما دولت میگیره شما، دست شما رو میگیره، میگه که چرا چون این کاری میکنی. یا اگر خرابکاری بکنی، در اروپا هم اگر خرابکاری بکنی میان دست آدم میگیرن، میگن تو چرا خرابکاری میکنی. و اگر اینا میخوان که هر کار دل اینا اینجا بخواه بکنن، نمیتونن بکنن. آزادی یا دموکراسی این نیست. دموکراسی هم از خود حد و مرز داره. اینطور نیست که هر کار دل آدم بخواه باید بکنی. دموکراسی هم چیزی هست تا چند ماده و موارد مشخص خود داره. شما اجازه ندارین به حریم دیگران اعتراض کنید، به حریم دیگران پا بگذارین. شما اجازه ندارین چیزهایی رو بگوین که به جامعه مضر واقع میشه. بسیاری از اینا سم پخش میکنن. کشوری که رو به پیشرفت است، هر روز رو به پیش میره، اینا چی میخوان دیگه؟ از این بهتر من فکر نمیکنم هیچ کشوری باشه به روی دنیا. ما از آلمان میایم اینجا، ما آلمان هم از این بهتر نمیبینم. چند پیش رهبر دولت هنگام سخنرانی در ملاقات با رهبران و فعالان ولایت ختلان در ناحیه دنغره تکرارا تاکید ساختند که صرفه و سرشتکار باشند و نمایشکاری و ظاهرپرستی و اسرافکاری راه ندهند، زیرا امکانیت‌های خود را برای بهتر کردن شرایط زندگی اهل عائله و فرزندان خویش صرف نمایند. نظر شما را درباره ظاهرپرستی می‌خواستم دانسته باشم. مرحمت. مولانا جلال الدین محمد بلخی میگه ای قوم به حج رفته، کجایید معشوق همینجاست، بیایید معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید. 10 بار از این راه بدان خانه برفتی، 1 بار از این خانه بدین بام بدروید. میگه 1 بار بیا تفکر کن، همسایه تو از گرسنگی میمیره، تو میبری پول به حج مصرف میکنی. چرا؟ خدا راضی نیست که شما همسایه شما گرسنه باشه و شما روایت است که تا 40 خانه اطراف خانه شما باید همه سیر باشن، همه باید زندگی داشته باشن، همه باید در آرامش باشن، در آسایش باشن. شما بعداً به شما حج فرض میشه. من فکر میکنم اینا این حج رفتن ها فقط حج چیز است، رفتن به ریاض است. فقط اینا سفر ریاض است، دیگه سفر حج نیست. به خاطر از اینکه خدا راضی نیست که بنده های گرسنه باشن و پول به این راه مسافرت خرج بشه. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از منت دیگران بیغمی، نشاید که نامت ناندادمی. وقتی که من همسایه من گرسنه باشه و من هزار سومر به یک عروسی مصرف کنم و غذاهای متعدد رو بیارم، ما به راستی که نشاید که نامت ناندادمی. نمیتونیم به انسان آدم انسان بگویم.
برنامه نوبتی جهان در جهاننما بود منظور شما. با تحلیل یک موضوع دیگر در برنامه نوبتی با شما دیدار خواهیم داشت.